افغانستان در سال 2025 سال پر از تحولات سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک را پشت سر گذاشت. سالی که هم چالش‌ها و هم فرصت‌های تازه برای تثبیت و گسترش روابط منطقه‌ای و جهانی به همراه داشت. در آگوست این سال بر اساس پیام رهبر امارت اسلامی پایان دوره سرپرستی کابینه اعلام شد و پس از آن عنوان سرپرست برای اعضای کابینه کنار گذاشته شد. در این سال شماری از قوانین و طرزالعمل‌ها به منظور حکومتداری بهتر از جمله قوانین مرتبط با اجاره زمین‌های دولتی، محاسبه مالی و امور اقتصادی، عقد قراردادهای ادارات اماراتی و جلوگیری از قاچاق مواد غذایی و ادویه توشیح شد، اما سرنوشت قانون اساسی تا پایان سال همچنان نامشخص باقی ماند. کلمه سرپرست با حکومت استفاده نشه و به این معنی است که حکومت با صلاحیت تام و کامل اجراعات خود را پیش میبره و همچنان زمانه امتحانی حکومت درگذشت و ثابت شد که هم در بخش‌های امنیتی، در بخش‌های اقتصادی و در بخش‌های مدیریت اداری و همه مسائل حکومتداری بزرگان و مسئولین همه خوب درخشیدن و تا حال امور بسیار به گونه خوب پیش بردن. طی سال 2025 میلادی 7 عنوان قانون و 3 عنوان طرز العمل را پس از توشیح از طرف علی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی در جراید رسمی چاپ و نشر کرده و در اختیار عموم مردم قرار داده است. در این مدت همچنین ده فرمان علی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی پس از توشیح در جراید رسمی چاپ و نشر گردیده. در بخش امنیتی عملکرد امارت اسلامی بهبود یافت. کشت مواد مخدر تقریباً به صفر رسید و عملیات‌های برای سرکوب داعش در بخش‌های مختلف کشور انجام شد. با وجود تلاش برخی کشورها برای ناامن جلوه دادن افغانستان، سران منطقه از جمله رئیس جمهور روسیه از اقدامات امارت اسلامی در مبارزه با داعش و مواد مخدر ستایش کرد. در سپتامبر همین سال ماموریت رضوا اتنبایوا رئیس هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان پس از 3 سال در حال پایان یافت که تاکنون جایگزین برای وی تعیین نشده است. همچنین ماموریت اتنبایوا همواره با انتقاد مقام‌های امارت اسلامی همراه بود. در سطح منطقه روابط افغانستان و پاکستان وارد یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های خود شد. پس از حملات هوایی پاکستان در 9 اکتبر به خوست، جلال آباد و پکتیکا و نقض حریم هوایی کابل، امارت اسلامی در 11 اکتبر در امتداد خط فرضی دیورند واکنش نشان داد. در 15 اکتبر دو طرف بر سر آتشبس 48 ساعته توافق کردند و در 19 همین ماه مذاکرات دوحه با آتشبس فوری و سراسری انجامید. هرچند دو دور بعدی گفتگو ها در ترکیه به نتیجه ماند و روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور به پایان ترین سطح رسید. تیر شپې عملیات افغانستان اسلامي امارت لخوا نه پیل شول، هغه انتقامي عملیات چې دوی د نقض د حریم ځواب وویل شو چې زموږ حریم دوی نقض کړی او دا بریدونه په ټول امتداد د کرښې کې اجرا شول او زموږ د معلوماتو له مخې 100 نه زیاتې پوستې تصرف شوي دي د مجاهدینو لخوا نه او 58 د دوی نظامیان له منځه تللي دي. د مالیې محترم وزارت ته هدایت کوم چې له 3 میاشتو وروسته له پاکستان څخه واردېدونکي دوا محصول نه کړي او هیچ چاته یې د واردولو اجازه ورنه کړي. از رویدادهای بحث برانگیز دیگر این سال قطع سراسری اینترنت فایبر نوری و شبکه‌های مخابراتی به مدت 2 روز در 7 میزان بود که باعث توقف فعالیت بانک‌ها، گمرک‌ها، سرای شاهزاده و لغو پروازها شد و واکنش گسترده شهروندان را در پی داشت. در سیاست خارجی نیز امسال برای امارت اسلامی سال مهم بود. روسیه نام امارت اسلامی در 14 حمل را از فهرست سیاه حذف کرد و به عنوان نخستین کشور این حکومت را به تاریخ 13 سرطان به رسمیت شناخت و سفیر افغانستان را پذیرفت. همزمان ترکیه نیز سفیر امارت اسلامی را در این کشور پذیرفت. پاکستان روابط دیپلماتیک خود را به سطح سفیر ارتقا داد و قزاقستان وعده پذیرش سفیر افغانستان را داد. در همین سال نروژ یک دیپلمات و آلمان 2 نماینده قنسولی معرفی شده از سوی کابل را پذیرفتند. روابط با هند بهبود یافت، سفیر جدید معرفی شد و چند تفاهم نامه به ویژه در بخش دارو میان دو کشور امضا گردید. همچنین روابط کابل و دوشنبه با سفر مقام‌ها و تبادل هیئت‌ها وارد مرحله تازه از همکاری متقابل شد. دموږ 2 کسه دیپلماتان چې آلمان ته رسیدلي دي، دا دیپلماتان به هلته په سفارت او کنسولګری کې خدمات وړاندې کوي. هلته موږ 15 لکه شاوخوا هیوادوال لرو، د هغوی اړتیاوو ته به رسیدګي کوي او موږ به په راتلونکي کې د
آلمان سره خبرې اترې و مذاکرات لرو. رویداد مهم دیگر این سال 2 بار سفر هیئت آمریکایی به ریاست آدم بولر نماینده رئیس جمهور این کشور در امور زندانیان بود. در نتیجه دیدارهای وی با مقامهای ارشد امارت اسلامی 3 شهروند زندانی آمریکایی در افغانستان آزاد شد. پس از سفر نخست این هیئت بود که آمریکا در اقدام کم پیشینه جایزه تعیین شده برای دستگیری سراج الدین حقانی وزیر داخلی امارت اسلامی و 2 عضو ارشد امارت اسلامی را لغو کرد. ما با ایالات متحده آمریکا در تماس هستیم، هم مستقیما دو جانبه نشست ها داریم و هم در بعضی پروسه ها مثل پروسه دوحه که همه کشورها در او داخل هست، در او هم مجالس داریم. با وجود آغاز تعاملات دیپلماتیک محدود و محتاطانه کابل و واشنگتن در این سال، اما رئیس جمهور آمریکا بارها از بازپسگیری پایگاه بگرام سخن گفت، موضوعی که بسیار بحث برانگیز شد. مقام‌های امارت اسلامی اما قاطعانه هر گونه حضور نیروهای خارجی در افغانستان را رد کردند. ما پایگاه هوایی بگرام را مفت و رایگان به آنها دادیم. به هر حال در تلاش هستیم آن را پس بگیریم. شاید این یک خبر فوری کوچک باشد. ما در حال پس گرفتن آن هستیم، زیرا آنها از ما چیزهایی می‌خواهند. ما می‌خواهیم آن پایگاه را باز پس بگیریم، اما یکی از دلایل اصلی این است، همان طوری که می‌دانید این پایگاه فقط 1 ساعت با مکانی فاصله دارد که چین سلاح‌های هسته‌ای خود را تولید می‌کند. نمایندگان امارت اسلامی در سال جاری در شمار از نشست‌ها و مجامع مهم منطقه‌ای و بین المللی اشتراک کردند که از جمله میتوان به نشست فارمت مسکو، 4مین نشست مجمع گفتگوی تهران، 7مین نشست سران سازمان همکاری‌های اقتصادی در آذربایجان، نشست اقتصادی کازان، 4مین نشست روند دوحه، نشست‌های 3 جانبه چین، افغانستان و پاکستان در کابل و پکن و همچنان نشست سازمان همکاری اسلامی در ترکیه اشاره کرد. همچنین کابل نیز در این سال میزبان مقام‌های ارشد کشورهای مختلف از جمله پاکستان، چین، ایران، ازبکستان، روسیه، قزاقستان و قرقیزستان بود که با باور آگاهان روابط بین الملل نشان دهنده گسترش تعاملات منطقه‌ای امارت اسلامی است. سال 2025 برای افغانستان سال پر از تحولات و تجربه‌های تازه بود، از تثبیت اداره و مبارزه با چالش‌های امنیتی گرفته تا گسترش روابط دیپلماتیک در سطح منطقه و جهان. اکنون در آستان 2026 پرسشین است که آیا این دستاوردها می‌تواند راه را برای حضور پررنگ در افغانستان در عرصه بین المللی هموار سازد؟ آینده پاسخ خواهد داد.